سلام علیکم دوستان عزیز، شما را میخوام با شوربت آشنا کنم. اینجا هم داکیومنتیشن خود شوربت است. میتوانیم از اینجا بیشتر یاد بگیریم. هر چیزی که میخوایم اینجا موجود است. از نوع مثلا initialization است. اینجا میبینیم کلی چیزایی که میشه. اینجا هم مثل ریلیس است برای اندروید یا مک‌اویس هرچی. هر چیزی که میخوایم اینجا هست. فقط اینجا رو به خاطری که نشان میدم شما میتوانید از اینجا هم یاد بگیرید. اینجا هم یک برنامه بسیار ابتدایی داریم، چیزی نیست، یک کد ساده. برنامه پیشفرض خود فلاتر است و میخوام شما را از یاد بدم که چطوری حساب خود شوربت درست کنیم و اینستال کنیم. همه اینها را اینجا یاد خواهیم گرفت. اینا دیدید یک برنامه ساده است، خیلی ساده. خب میریم اینجا ما خودم برای شما لیست کردم هر بخش را جدا جدا. نیاز نیست که شما یک رودمپ ساده است گیج نشوید. همه چیز را اینجا خودم لیست کردم. اینها رو خود این پروژه را به گیت هاب علاوه میکنم. اینجا هم کانسول خود شوربت است. میریم حساب را ایجاد میکنیم و خود گوگل حساب را ایجاد کنید. قبول کنید اینا. ماشاءالله جور شد حسابتان، حساب کانسول شوربت. اینجا برمیگردیم و اینستالیشن. من قبلا خودم اینستال کردم سیلاش. شما باید اینجا اینستال کنید، یا مک یا ویندوز. میتوانید اینجا اینستال کنید برای مک، لینوکس، برای ویندوز. هر کدام که نیاز داشتید میتوانید کاپی کنید و پیست کنید. من خودم این کار رو کردم، نیازی ندارم. شما باید این کار رو بکنید اگر اینستال نکرده باشید. اگر میتوانید منولی هم این رو دستی نصب کنید. میتوانید از خود داکیومنتیشن پیدا کنید و نصب کنید، اما اینجوری خیلی بهتر است بدون کدام ایرور. و این رو یاد داشته باشید این پت را داخل مک‌اویس سینا پرتین یادتان نرود اینجا جایگذاری کنید. خب اینجا ما قبلا که اینستال کردیم باید این لاگین شویم، شوربت لاگین، و میتوانید با کاپی پیست کردن این لاگین شوید. اینجا با گوگل یا مایکروسافت وارد حسابتون شوید. این را فقط کاپی کنید، برید به کروم، کاپی پیست کنید اینجا و همان حسابی که ایجاد کردید کانسول را تایید کنید. اینا دیدید همان حساب گوگل تایید کنید. حسابتان ایجاد شد. حالا اینیشالایزیشن شوربت است. با این کاپی پیست کنید شوربت اینیت. اینجا هم تایید بزنید، انتر بزنید. حسابتان پروژه تان باید با کانسول کنیکت شود. اینجا خواهیم دید. اینهاش دیدیم. حساب ما با کانسول پروژه ما کنیکت شد. حالا برمیگردیم. اینهاش همون اسم، توجه باشید. این فلاتر، این همان است. با همون حساب پروژه با همون کانسول برشیم. اینجا نصب کردن و حساب ایجاد خلاص شد. برمیگردیم به بخش ریلیز.
میتوان اینجا هر نوع که دیوایس که ضرورت دارید میتونید، مثلا اندروید، آیوس، لینوکس، مک او اس و یا هم ویندوز. و اینجا را هم شما بگویم که با فلاورز هم و درس های بعدی انشاءالله برای شما خواهم انجام داد. یک درس جداگانه خواهد گرفت فلاورز. و من خب با ورژنی که خودم استفاده میکنم با این ورژن خاص رن کرده میتونید اینستال کرده میتونید ریلیز را با این انجام میدم. یه را بزنید. منتظر باشیم. کمی وقت خواهد گرفتیم. ایناش ریلیس ما تموم شد. برمیگردیم اینجا. اولین ریلیس خود را خواهیم دید اینجا برای اندروید. حالا میریم به بخش پچ. اولین پچ خود را بفرستیم اینجا. من قبلا چند بار پچ فرستادم، اما برای شما میخوام این دوباره انجام بدم. با اینجا یک برنامه داریم ساده از همون برنامه است، فقط تغییر نام میدیم برای اپدیت. اینجا شوب پیچ دیمو اپ اضافه میکنیم، رنگش را تغییر میدهیم، سیو میکنیم، برمیگردیم اولین پچ خود را میفرستیم. بدون که برنامه را ریبیلد کنیم یا دوباره بسازیم، این خود شوربیت برای ما اپدیت خواهد کرد. کمی منتظر باشیم. در حال انجام است. اینجا رو یس را بزنید. پابلش شد برنامه ما. خواهیم دید این دو تا رو من قبلا فرستادم. اینا رو باز در استیجینگ برای شما یاد خواهم داد. اکتیوش است. حالا میخوایم این برنامه را باز بسته کنیم بدون اینکه ریبیل شه با فلاتر. خودکار با شوربیت اپدیت می شود. این همش بدون اینکه فورس اپدیت انجام دهیم خود شوربیت اپدیت کرد برنامه را مستقیم. تشکر. و برنامه بعدی شما را انشالله بیشتر با